شماری از افراد دارای معلولیت در ولایت هرات گرد هم آمدند و از مشکلات مختلف فرارای زندگیشان سخن می‌زنند. این افراد از حکومت افغانستان می‌خواهند که به مشکلات این قشر از جامعه توجه جدی کند. مشکلات تا حد بازتاب یافته ولی نی با او گستردگی با او عمقی که داره. مثلا در قسمت کار مشکل ما فوق العاده زیاده. دوستایی که از این سر کار میایم طرحهای جامعه داشته باشن که بتونن معلولین را از این بدبختی و از این سیاروزی که حال دچار حال ناهسته اونها رو نجات بدن. این گردهمایی‌ها از دید رئیس کمیسیون حقوق بشر هرات کارایی نخواهد داشت. بیشتر کسایی که شهریه میگیرن از دولت کسایی هستند که به نحو با قضایای جنگی افغانستان مداخله داشتن و از اون طریق شناسایی شدن و امروز به عنوان معلول شناخته میشن، در حالی که افراد دارای معلولیت که دارای معلولیت طبیعی هستند کمتر مورد توجه قرار گرفتن و حتی در بعضی از لیست های شامل نیستند. این تبعیض باید برداشته بشه. نبود کار از دغدغه‌های مهم افراد دارای معلولیت در ولایت هرات است، اما مسئولان در اداره کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین میگویند تلاش میکنند تا گام‌هایی در این زمینه برداشته شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.